به نام یکتای بی همتا خداوند قادر و توانا. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و شنوندگان محترم. صبحتون به خیر. آرزو میکنم هر جا هستید موفق و شاد و سلامت باشید. امروز شنبه 21مین روز از آبان 1401 خورشیدی و در خدمت شماییم از این لحظه به اتفاق همکارانمون با بخش نخست برنامه. شنبه است. آقا محسن من باید برم، یه کاری دارم، زود برمیگردم. اومده. سلام. مگه نگفتی من به اجاره خونه کاری نداشته باشم؟ بابا خودت نذاشتی برم سر کار. چیزی نشده مادرم. چیزی نشده؟ صبح صابخونه اومده میگه اگه تا شب اجارتون رو تسویه نکنین مأمور میاره بعد خونه رو تخلیه کنیم. ببین منو. مگه تا امروز صبح بهت مهلت نداده بود؟ بله. درستش میکنم. درستش میکنی؟ خب پسر جان، اگه تو از عهده اجاره خونه بر نمی اومدی چرا به من نگفتی؟ من باید بعد از 4 ماه اینجوری متوجه بشم؟ مادر گفتم درستش میکنم. تا شب این پول یه جوری جورش میکنم. سلام علیکم. خوش اومدید. بفرمایید. خدا رو شکر وضع درمانش خوبه. فقط باید قول بده که دیگه سیگار نکشه. چقدر طول میکشه تا کاملا خوب بشه دکتر؟ اگه همجوری پیش بره حدوداً 20 روز. خب با عزتون. خدا خشمم راحت بشه. انشالله بهتر بشید. خرج مادرتو داری میدی. سر منم تو زحمت افتادم. برای سره. این دکتر از کجا میاری؟ من که میدونم چند ماه اجاره خونه ندادی. هزینه درمان شما الان از همه چیز واجب تره. حتی اگه بخوام من آواره بشم، من شما دوتا رو کنار هم میخوام. استراحت کنید لطفا. شما هنوز نرفتین؟ داشتم بنده کفشم می‌بستم. بفرمایید. خواهش خب با عزتون. خدا.
سلام. سلام مادر. میدونم از دستم ناراحتی. ناراحت چرا؟ ببخشید من نتونستم. خدا خیرت بده. صابخونه 2 ساعت پیش زنگ زد. گفت اجاره این 4 ماه واریز شده. چی؟ خیالمو راحت کردی. بیا خونه، ولی دیر من وقته. خداحافظ. خیلی آقایی. دست جمع نکن آقا.